Hey mates, it's great to have you with us. In this session, we are going to speak about WH questions, and we have decided to divide this session into 2 or 3 parts according to the tenses that we have taught you. سلام خیلی خوبه که این جلسه هم با ماییم. توی این جلسه ما قراره در مورد WH question ها صحبت بکنیم و تصمیم گرفتیم که این جلسه رو در 2 یا 3 پارت ارائه کنیم بر طبق زمان‌ها یا همون تنس هایی که پیشتر در مورد صحبت کردیم و باهاتون به اشتراک گذاشتیم. لیست WH هامون خیلی بلند بالاست. بریم لیستش رو ببینید، معناهاش رو ببینید و اونهایی رو که ما در این لول باهاش سر و کار داریم هم مشاهده میکنید. بریم و برگردیم و شروع کنیم. خب ابتدای کلاس رو ما میریم سراغ WH هایی که قراره با استفاده از auxiliary verbs یا همون افعال کمکی امویز و آر استفاده بکنیم و جملات سوالی WH مون رو با کمک اونها بسازیم. خیلی خب، یه مرور کوچیک میکنیم و تا برسیم به اصل مطلب که WH باشه. اگه خاطرتون باشه ما قبلا در مورد 7 سابجکت ها صحبت کرده بودیم. 7 بود کل سابجکت هامون: I, you, he, she, it, we, you and they. خب در مورد اینها صحبت کرده بودیم و گفتیم که بلافاصله بعد از اینها در جمله پوزیتیو مثبت یا فعل کمکی میاد am, is, are که گفته بودیم کی اختصاصی کیه، یا فعل اصلی میاد. اینجا میریم سراغ سابجکت و فعل کمکیمون. با یک مثال شروع بکنیم. سابجکت it. اگه خاطرتون باشه گفته بودیم که فعل کمکی اختصاصی این عملا فاعل ما هست is. پس it is a cat. این یک یا اون یک گربه است. درسته؟ اگه خاطرتون باشه برای فرم سوالی این جمله قرار بود که فقط شما فعل کمکی و فاعل رو جاشون رو تغییر بدید. Is it a cat؟ یه مقدار لحن هم تغییر میکنه. آیا اون یه گربه است؟ حالا برای استفاده از WH برای ساختن یک عملا سوالی با WH شما فقط کافیه که جملت رو با WH شروع بکنی که ما اینجا میگیم what در معنای چه و بعد از WH شما فعل کمکیت رو داری یعنی اما ایز و آر و بعد فاعل رو داری. اگر جملت ادامه داشت یا لازم بود ادامه جمله رو بیاری میاری. پس شد WH auxiliary verb و subject. پس طبق این جمله‌ای که میگه it is a cat WH ما what هست، میخوایم بگیم اون چیه. what بعد auxiliary verb ما که هست is what is و بعد subject it. what is it یعنی اون چیه که جواب شما میگه it is a cat. پس درست شد. این الگوی سوالی سازی با WH به این صورت میشه برای مواقعی که شما سر کارت با اما ایز آر یا همون فعل کمکیات باشه. WH شما میاد و بعد از اون فعل کمکی و بعد فاعل شما و اگر جملت ادامه داشت ادامهش. در غیر این صورت همین میشه فرم سوالیت. بریم سراغ یه مثال دیگه با یک WH دیگه. مثلا میگیم که he is my teacher. He is my teacher. اون آقا معلم منه. حالا من میخوام بگم اون کیه که جوابش بشه اون معلم منه. اون کیه؟ اون چه کسی هست؟ WH که به معنای چه کسی هست میشه who.
who is he is auxiliary verb گفتیم بعد WH فعل کمکی و بعد فاعل یا سابجکت ما که اینجا هست he. Who is he? He is my teacher. اون هست معلم من. یک مثال دیگه، مثلا we are in Tehran. ما در تهرانیم. We are in Tehran. ما تهرانیم. حالا میخوام بگم که ما کجاییم؟ ما کجا هستیم؟ کجا WHش میشه و بعدش میشه auxiliary verb. آفرین. Where are we که فاعلته. ما کجا هستیم. Where are we؟ ما کجا هستیم. یک سوال خیلی پرتکرار و خوراک مکالمات، شروع مکالمه، زیادم شنیدید. حالت چطوره؟ How are you? How are you? How به معنی چطور، are auxiliary verb که بعدش میاد، you هم که سابجکت. How are you یعنی حالت چطوره؟ I'm fine. I'm fine. من خوبم. I'm great. عالیم. درسته؟ خیلی خوب. یا یک مثال. البته قبل از اینکه سراغ پارت دوم مثال بریم نه چرا قبل اینکه بریم این مثالم بزنم. اولا اصلا این پارت دوم مثالمون میشه چون یه مقدار اول بعد ساده تر می بود، الان یه مقداری یه خورده پیچیدش کنیم. بریم سراغ این مثال رو بگم بهتون تا بعد بریم سراغ پارت بعدیش. خب این مثال رو با هم میگیم که My name is Mason. My name is Mason. اسم من میثمه. حالا میخوام بگم که اسم تو چیه؟ چه؟ What بعدش بعد بریم سراغ فعل کمکیش که در جمله میگه My name is، پس این میشه What is. میخوام از نفرش مقابل شما بپرسم دیگه، پس بگم اسم تو چیه که در جواب بگی اسم من اینه. پس اسم تو میشه چی؟ Your name. What is your name? اسم تو چیه؟ حالا بگو اسم اون چیه؟ اسم اون خانوم مثلا. What is her name? What is her name? خب این یه مثال بعدی با یه WH دیگه. مثلا میگم که My teacher is Mr. Samson. My teacher is Mr. Samson. معلم من آقای سامسون هست. حالا میخوام بگم معلم تو کیه؟ درسته؟ کی یا چه کسی؟ WHش هست who. و بعد فعل کمکی بعدیش میشه is، چون در جمله میگه My teacher is Mr. Samson. پس who is your teacher? Who is your teacher? My teacher is Mr. Samson. Who is the teacher? The teacher is Mr. Samson. معلم اونا که معلم اونها آقای سامسون. بریم سراغ یه مثال دیگه. مثلا میگم که The meeting is on Monday. The meeting is on Monday. ملاقات یا جلسه روز دوشنبه است. میخوام بگم روز جلسه یا ملاقات کیه؟ کی یا چه موقع بود؟ When. حالا سراغ فعل کمکی بعدش چی میخوایم؟ میگه the meeting is. پس when is the meeting? When is the meeting? اینجا میبینید اینجا the meeting. بچه‌ها یه نکته رو بهتون بگم. همیشه اینو قبلا هم اصلا گفته بودم بهتون. گفته بودیم که همیشه قرار نیست سابجکت های ما I, you, he, she, it اینقدر واضح و مشخص باشه. خیلی موقع ممکنه عبارتی باشه، مثل همینجا the meeting. یه وقتی میگه the meeting is، یادتونه کدوم فاعل بود که فعل کمکیش is بود؟ یا he بود یا she بود یا it بود. خب he و she که نمیتونه میتینگ باشه، پس طبیعتا it اینجا میتونه برابری کنه از لحاظ نقشی با همون the meeting. یعنی هم the meeting اینجا فاعله، هم it خودش فاعل حساب میاد.
پس the meeting is on Monday. When is the meeting؟ خب یه مثال دیگه میگم که our hospital is on the main street. Our hospital is on the main street. بیمارستان ما، نه که مال ما باشه، منظور محل کارم، بیمارستان ما تو خیابون اصلیه. On the main street. خیابونمون توی بیمارستانمون توی خیابون اصلیه. حالا میخوام بگم که بیمارستانتون کجاست؟ کجا؟ Where is؟ چرا؟ Our hospital is on the main street. پس where is your hospital? Where is your hospital? یا where is the hospital? hospital یا بیمارستانتون یا اون بیمارستان کجاست؟ کجا واقع شده؟ حالا یه مثال دیگه میگیم که my favorite fruit is apple. My favorite fruit is apple. میوه مورد علاقه من سیبه. حالا سوالش میشه چی؟ میشه میوه مورد علاقه چیه؟ چی؟ پس میشه سراغ what فعل کمکی is میشه. چرا؟ چون میگه my favorite fruit is. پس میشه what is. اینجا چی میخوای؟ اینجا فاعل میخوای. فاعل ما در جملمون چیه؟ my favorite fruit. میوه مورد علاقه من. خب اینجا یا همون میوه مورد علاقه، این میشه نقش فاعل شما. پس در سوال همینطور میپرسی what is your favorite fruit. چرا؟ چون جوابش باید بگی my favorite. پس سوال باید با your پرسیده بشه. what is your favorite fruit. میوه مورد علاقه چیه که جوابش میشه my favorite fruit is apple. یکی دو تا سوال پرتکرار دیگه که خیلی شما استفاده میکنید که WH داره و بعد auxiliary verb هست اهل کجایی. Where are you from. Where are you from. اهل کجا هستی که در جواب میتونی بگی I'm from London. We are from Tehran. خب ما اهل تهرانیم. یا اگه بخوای با سابجکت های دیگه مثال بزنی میتونی بگی که Where are they from. اونا اهل کجان. They are from حالا هر جا. یک سوال پرتکرار دیگه که WH داره و شما auxiliary verb داری هست چند سالته. How old are you. How old are you. چند سالته که در جواب میتونی مثلا بگی که I am 25 years old. من 25 سالمه. خیلی خوب. اینها شد WH هایی که به کار میرن زمانی که شما میخواین از auxiliary verb هاتون استفاده بکنین که یک سوالی رو بسازین. بریم برگردیم در مورد WH و چگونگی استفادهش در simple present.